سلام دوستای عزیز، امروز در این ویدیو برایتان نشان میتم که چطور ماکارونی رو به سبک مردم تاجیکستان آماده بسازیم. یک غذای خوشمزه و لذیذ که شما هم آماده بسازین حتما خوشتان میاد. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشید. امروز یک ذره تصویر برداری ما خراب است. ما پایگک که کامرا را سرش میماندیم موبایل مقطع موبایل ویدیو میگیرم دیگه پایگک فیلم برداری خراب شده بود دیگه همراه دست گرفتیم بسیار کامرا شور خورده دیگه ببخشید دوستای عزیز. اینجا به داخل دیگ 1.5 ملعقه روغن مندازیم به این شکل. روغن هم میگذاریم که خوب داغ بیاید. وقتی که روغن خوب داغ آمد بعدا گوشت مندازیم. گوشت در حدود 300 یا 400 گرم میآید. گوشت گاو است. به داخل روغن مندازیم و به این شکل خوب سرخ میکنیم. گوشت را به داخل روغن میگیریم به این شکل سرخ میکنیم. در زمانی که گوشت سرخ میشه ما 1 عدد پیاز کلان میگیریم توته میکنیم. پیاز به این شکل توته میکنیم نازک نازک. بعد از اینکه گوشت خوب سرخ شد مدت 10 دقیقه مقدار گوشت ما سرخ کردم. بعد از اینکه گوشت سرخ شد همین پیاز حلقه را بالای گوشت مندازیم و دوباره سرخ میکنیم تا زمانی که رنگ پیاز زرد شود. و اینجا 2 عدد زردک داریم. زردک ها رو میگیریم به شکلی که برای پلو خلال میکنیم به اون شکل خلال میکنیم. زردک وقتی که گوشت سرخ شد بالایش ما پیاز مندازیم. پیاز هم سرخ شد با زردک مندازیم. زردک هم همراه گوشت خوب سرخ میشه. زردک اول به شکل حلقه حلقه توته کردیم و حال به شکل خلال به این شکل توته میکنیم. متاسفانه که وقتی که پیاز من انداختیم ویدیو قطع شده بوده دوستای عزیز. پیاز گفتم بالای زمین گوشت سرخ شده علاوه میکنیم و دوباره پیاز هم سرخ میکنیم همراه گوشت میبینیم که خوب سرخ شده مثل کباب. بعد آل زردک انداختیم و زردک همچنان همراه گوشت میگذاریم که خوب سرخ شود. یک 2 دقیقه بعد یک دفعه شور میتیم به خاطر که تای دیگ نگیره گوشت نچسبه به دیگ. دیگه گوشت ها نمیچسبه به خاطر گوشت ها خوب سرخ شده مثل کباب شده. و حال 1 لیتر آب مندازیم. آب به خاطر مندازیم که داخل گوشت خوب پخته شود. سرپوش دیگه میمانیم
دیگه گوشت میگذاریم که خوب پخته شوه داخلش. بعدا مکرونی را اضافه میکنیم. نگفتن امانا وقتی که آب انداختین نمک هم بندازین که نمک جور باشه که باز بی نمک نباشه. دیگه به این شکل آب میمانیم که جوش بیایه. سر دیگه بسته میکنیم تا گوشتا خوب نرم شوه. حال گوشت نرم شده دیگه خوب پخته شده. زردکی که انداخته بودیم زردک هم نرم شده و حال یک پاکت مکرونی را اضافه میکنیم به این شکل. مکرونی را انداختیم. مکرونی را میبینیم که آبش کم است. حالا دوباره آب اضافه میکنیم. باید یک بند انگشت مثل برنج آب از سر مکرونی بالا باشه. فعلا آب مکرونی کم است. 2 گیلاس آب اضافه میکنیم. بعد از اینکه 2 گیلاس آب اضافه کردیم آب مکرونی به این شکل درست میشه. به این اندازه باید آب مکرونی باشه. حالا بدون سرپوش دیگه میگذاریم که جوش بخوره. سرپوش دیگه نمیگذاریم. به این شکل میگذاریم تا مکرونی نرم شوه و پخته شوه. آبی که است آب خشک شوه. خاطر که تصویر برداری ما خوب نبود یک بار تکرار میکنم. وقتی که روغن داغ آمد گوشت انداختیم. گوشت که خوب سرخ کردیم مدت 10 دقیقه. بعدا پیاز انداختیم. پیاز هم خوب سرخ شد. زردک انداختیم. زردک هم خوب سرخ شد. آب انداختیم. یک چند دقیقه ماندیم گوشت نرم شد. مکرونی را انداختیم و گذاشتیم که باز دوباره جوش خورد. آب خود خشک کرد. این مکرونی پخته شد. تشکر از همگی عزیزایی که تا آخر ویدیو مرا همراهی کردن. امیدوار هستم که این مکرونی خوشمزه را یک بار امتحان بکنین و لذت ببرین. اگر این مکرونی خوشمزه را امتحان کردین در کامنت ها بنویسین که چطور بود. دیگه امیدوار هستم که خوشتون بیاید دوستای عزیز. یک جهان تشکر که مرا همراهی کردین. تا ویدیوی بعد خداحافظ و نگهدارتان.